اساسی ترین وظیفه شیطان چی است؟ جدایی کردن، قهری انداختن، پرچه کردن و به گروه کردن مردم. حضرت در جامعه ما مخصوص بلاگران هستند، مخصوص نفران عامه هستند، مخصوص نفرایی که میشناسنشان. شما خبر دارید که اینها وظیفهشان عیناً همان کار است. بعضا عملها هست نمیگویند، اما اینها نفرایی که عامه هستند همه بله میگن. اینها گاها به رفتارشان، گاها به گفتارشان جامعه ما را، زنها را خصوصا، زن باید چنین باشد، زن باید چنین باشد، زن باید چنین. آخرش وای بود قل اعوذ برب الناس. الذي يوسوس في صدور الناس، در دلهای انسان ها وسوسه میارن، بدی میارن، من الجنة والناس، یعنی وظیفه شیطانی میکنند، وظیفه شیطان رو اجرا میکنند. پروردگار با تو پناه میبریم از بدی انسان هایی که دلهای ما رو چیکار میکنند؟ با بدی ها راهنمایی میکنند، چه از جنس انسان ها باشند چه از جنس جن ها. موضوع بلاگری این یک رسالت است، این یک امانت است از جانب خداوند جل و علا، این یک منبر است. و چنانی که ما میدانیم صدقه جاریه است. وقتی انسان یک سخن نیک میگوید، به سبب سخن نیک او اگر یک انسان هدایت بیابد، فرح و کامیابی اون انسان را فرا میگیرد. بعد از مرگش هم در کامیابی او، کامیابی این هست درجات و نیکی ها نوشته میشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت علی رضی الله عنه میگویند ای علی، اگر تو سبب شوی که یک انسان هدایت بیابد، برای تو از شتران سرخ بهتر است، از قیمتترین چیزی که در صحرای عرب، در جزیره عرب انسان میتوان یافت. یعنی اگر تو سبب شوی که یک انسان هدایت بیابد، برای تو این کامیابی و سعادتمندی است. اگر انسان سبب شود که بعد از 10 ساله ها، بعد از 100 ساله ها، به سبب یک توصیه او، به سبب یک رفتار او نمونه شود، نمونه نیکی شود و عمل صالح انجام بدهد، او در ثواب این شریک است. به مانند انسان زنده اجر و پاداش و نامه‌های اعمال نیکش پر میشود. اما ببینیم چون گفتیم صدقه جاریه هست، بوی بدی های جاریه هست که بعد از مرگ انسان به او میرود میرسد. باید جوانان ما فرهنگ های بیگانه را، چون که گفتید با اخلاقی بد، با رفتاری بد، با گفتاری بد، با لباس های بد، با فیلم هایی که دیگر دولت ها و دیگر فرهنگ ها را چی میکنند؟ ترغیب میکنند. باید دوری کرد. ببینیم پشت پرده دیگر چیز است. انسان میبینیم از بعضی هاشون میشنویم که بدترین زندگی رو دارند، تلخترین زندگی رو دارند، اما وقتی که در شبکه اجتماعی میبراید با تبسم، با خنده، با سخنهای زهرآلود، به مانند اصل زیبا هست اما زهر دارد داخلش. نمیگوید که فحش بگو، نمیگوید که بدی کن، اما با گفتارش، با رفتارش همون رو نشان میدهد. من نمیخوام به عزتی شخصی برسم، اما این همه پیامد دارد. خداوند جل و علا در سوره زلزله میگوید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کسی که به اندازه ذره‌چه اگر نیکی کند، خداوند جل و علا به او برمیگرداند، بر زیاد برمیگرداند. من یعمل مثقال ذره شرا یره. انسانی که ذره اگر بدی کند، اون پیامد دارد. وقتی که بی توجهی میکنی نسبت به تقدیر یک انسان، نسبت به تقدیر یک بیننده، یک چیز بدی رو تشویق میکنی، ریبا و دیگر چیزهای بدی رو برای مردم تشویق میکنی، این خود ناکامی است. یک انسان اگر گمراه شود، یک انسان اگر در همون بازی‌هایی که ریبوی هستند، بازی‌هایی که فرزندانی اومدن، پدران مادرانی اومدن که با اشک چشم فرزندانمون را چطور نجات دهیم، ماشین رو فروخته است، حجت‌های خانه رو برده، همه رو در یک ساعت، در یک روز از دست دو دست و باخت است در بازی که هیچ منفعتی ندارد، بلکه انسان جوان رو ناکام میکنه. بعضی‌ها رو دیدیم از ناکامی این خود را به دار آویختن و چی بدبختی ها رفتن. پس میخواهیم که با راهنمایی و بلی خود جامعه
و بیننده خود را ناکام و بدبخت نکنند و در راه نیک، در راه اخلاق همه رو توصیه کنند، پیشنهاد کنند. درست. тамошобинони азиз, шумо вазифадор ҳастед. ягона роҳе ки худованд иҷозат медиҳад дурӯғ гуфтанро ки гуноҳ намегиред, баръакс шояд савоб ҳам бигиред, ҳамин аст ки ду қаҳриро ошти доронд. به همه نور جلو، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.